سوال دیگر: بابا جان، در وقت قرائت قرآن پسرم در دستم بود، ناخواست ورق قرآن را دران، آیا من گناهگار شدم؟ بسیار غمگینم. این خواهر ما وقتی تلاوت قرآن میکرده است، فرزندکش در دستش، و ناگاه مقصد نافهمیده ورق قرآن کودک داخل. نه، انشاءالله این کاری نیست که خواهر عزیز یا برادر عزیز، حتی اگر قرائت هم ندارم خانه هم که باشد کودک بیاید، این سوالات در من بسیار شده است. روچکه را گرفته قرآن مثال شکیدن، قرآن دراندن، در بالای قرآن آوریختن، لیکن با این از بس که اینا مکلف نیستن، اینا عقل که ندارن، انشاءالله شما گناهگار نمیشین. لیکن احتیاط کنین که قرآن در جای نگذارین که همون دست کودکاتون رسد. قرآن از وقت از قد بلند میگذاشتید، در حالت همون قرائت هم، در حالت تلاوت هم حرکت کنین که مقصد به همتری به پروای مثال راه نتین. ولی انشاءالله در این کار یگان گناه شدگی نیست. خدا برکتون تید که شما مثال قرآن میخونید. استاد جان، درباره کسب زرگری چی میگویید؟ چون که یک شخص گفت که پیغمبرمون این سه کسب را ملامت کرده است، آیا این درست است؟ نه خواهر عزیز یا برادر عزیز، انا هیچ وقت پیغمبر نازنین آن کسبی که در اوج تو مقصد رزق روزی به دست میاری، یک کسب حلال زرگری، یعنی این یگان جای گناهش نیست، در اینجا یگان کار انجام نمیشود که گویم که در یگان یاردم گناه باشد. یک کسب حلال تازه پاکیزه، هیچگاه پیامبر کسب زرگری است. شما وقتی سوال می نویسین، همون آدمایی که شما را من میکنن، شما همون آیت های حدیث های یا مثال از کجا همونا گفتن، شما ادرس همون را بیارین بنویسین، بعدا من گویم برای شما که مثال همین سخن آوردگی همون تا چه اندازه حقیقت دارد یا نه. لیکن حاضره ده هیچی باقی ندارد، درسته. استاد عزیز، زنم را طفل 7 ماهه‌ای که در بطن مادر میمیرد، در قیامت شفاعتگر پدر و مادر میشود یا نه؟ یعنی دیگر سوالی که آمده است، وقتی که کودک انا 6 ماه و 7 ماه در شکم ای دنیا میگذرد، آیا اینها مثال شفاعت کننده میشوند یا نمیشوند؟ یعنی اینها را خدا رحمت کند دانشمندای ما و شما را. کودکی که اگر به دنیا وقتی میآید زنده میآید، اناموش اعتبار میدانند. زنده میآید و بگذار اگر هم 1 دقیقه یا 2 دقیقه هم که اگر حیات بود و بعد گذشت، انا میرا میگن که از زمره کودکایی هست که در روز قیامت شما را شفاعت میکنن. اینایی که مثال بگیم اگر نارسی ای دنیا میگذرن، در اطراف اینها یعنی نگفتن که اینها شفاعت کننده میشوند. اونهایش که مقصد ببینین مردگی به دنیا میان، اینها را فقط کفن میکنن میبرن در گور میمونن، حتی جنازه هم ندارن. لیکن اینهایش که زنده مثال تولد میشوند، همین 1-2 دقیقه بعد هم که اگر دنیا را پدرود گفت، نامشان میمونیم، کفنشان میکنیم، لحدشان میکنیم و برده میگرانیم. انا اینها انشاءالله روز قیامت ما را شفاعت کننده میشوند. خب بابا جان، نوشاکی های گریلا، رید بول و دیگر نوشاکی ها مثل اینها میگویم به نماز ضرر دارد، آیا این درست است یا نه؟ یعنی امروز همون رید بول و گریلا و خیلی خلاص بسیار نوشاکی ها، اصلی فتوا همین است برادران عزیز که ما ترکیبات همون را سستو میگیم، ترکیبات همون را ببینیم. اگر باشد در ترکیبات همونها نباشد یگان چیزهای شبه آور، نباشد مقصد همون موادهایی که حکم اونها حرامن، همونها که نباشند مقصد نوشیدنشان اجازت های، یا مثل در همین قندها میگیم یا قنفید میگیم، در همین ها هم مثال یا شکلات هایی که پلیتشنی هستن، اگر هم سستواش رو میبینیم، همون ترکیباتش رو میبینیم، اگر چیزی از شبه آور و حرام که نباشد و یا تناول کردن اجازت های. لیکن برادر عزیز، ما گفته بودیم که فتوا دیگر چیز است و تقوا دیگر چیز است. شما اگر به شرطی که از هر نوشابه هایی که مقصد برای نوشیدن که همه میگد همینها را، تمام تلویزیون و اینترنت و دکتر و پیش دکتر آبرا حاضر
همش منتون میکنند که همین آبهایی که مقصد همش از خیمیکتن همین ها را نخرین نگه. از او در شکر الله مهربان همین بازار پری سبزی، بازار پری کپوست، بازار پری لبلبو، بین دیگر میوه هایی که مثال در بازارها هست، آبیار همونها را مقصد آب کرده یا همه را زنده خچه خوردن از هزار همین ریدبول و گریل و با دیگر مثال نوشابه هایی که همش مثال بگیم خیمیکتن که اونا حتما در درون ما و شما زیان دارن، هزارها بار بهتره برادر عزیز. برای همین منم به شما توصیه میتونم که شما از همین میوه های تر و تازه بخورین، از این آبها مقصد من نمیگم که اینها حرامه، بلکه احتیاط کنین، هم جهت شریعتیش هم جهت سلامتیتان انشاءالله بهترین میشود، خوبترین میشود. الله مهربان توفیق دامتد. سوال دیگر، ما عائلوی در مهاجرت هستیم، در تاجیکستان در قشلاق خانه داریم، ولی مادرم میگوید که در شهر خانه گیریم، حاضر $9,000 داره، از این پول زکاتیه یا نه؟ همین کسی که $2,000 حساب کنی که نمی 1 ینور ده تو $2,000 در دستت آمد، تا 1 ینور آینده یعنی دوام 1 سال همین پولا نگاه کنده کن. اگر همین پول همون 2,000 باقی مانه، از همین تا علاقه 2.5% زکات میدی، یعنی $50 شد. اگر به شرطی که همین در همین دوام 1 سال خب تجارت کردی، همین پولا در گردش ماندی، شید 3,000 ای 3,000 میتی، شید 5,000 ای 5,000 میتی، یعنی این 9,000 که شما دارین از این شما حتما زکات میتین، زیرا از 2,000 علاقه نصاب زکات سر میشود، یعنی همون عددی که باید همون پولی که از او زکاتی هم ای 2,000 سر میشود. دیگه او طرف چنده که رفت همین 2.5%، یعنی ای $1,000 $25 شما زکات دادن میگیره. خب بابای حاجی، پسرم یک بار سود شده بود. من قسم بسیار بد خوردم که بار دیگر همین کار را کنی من کمکت نمیکنم، ولی باز به محبس روسیه افتاد. من یگان وقت از خویش و تبار خواهش میکنم که کمکش کنم، گاه خودم کمکش میکنم، در دلم نمیماند. و من چی مصلحت میدید که رفع قسم شود؟ یعنی برادر ما قسم خورده است، بچه اکش تاکید کرده است که مقصد دیگر دست به بدبختی نزن، که مقصد یک بار محبس شدی یا یک بار همین کار کردی من ترا بخشیدم، دفعه دیگر کنی اگر مثال ممکن قسم خواهد که قسمش نآورده است در اینجا، اگر به شرط همون قسم طلاقی مانده باشد که قسم به خدا که اگر من ترا یاردم کنم دیگر زنم 3 طلاق، یاردم کرد زنش 3 طلاق میشود. لیکن اگر به شرطی که قسم خورده باشد که والله بالله تالله که اینا قسم های حانیسی هستند، یعنی اینا کفارت دارن که دیگر من یاردمت نمیکنم، لیکن دلش نماند و با یاردم کرد، در اینجا مصلحت ما همینه که برای همون کفارت قسم والله خوردگی یا 10 مسکین طعام میتی یا 3 روز روزه میگیری. یعنی اگر 3 روز روزه پی در پی گرفتی، مثلا دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه 3 روز روزه میگیری، همون قسم خوردگی که اگر مادام قسم شکستی گناه کبیره شید، همون گناه کبیره در تو نویسنده نمیشه. یا 10 مسکین طعام میتی، مثلا در یک روز ممکن در همین تاجیکستان در مثال 30 سامان یعنی سحر خورک و بیگای خورک در شود، یعنی 10 تاش 300 سامان مثلا صرف میکنی، همین کفارتی همون قسمی تو است. سوال دیگر، خالهای زیادتی که در روی میبراید با واسطه تیب گیریم جایز است یا نه؟ من گفته بودم که هر یک گوشتی که یا خال باشد یا گوشت باشد، یعنی چیزی که از همین خلق کرده خدا زیادتیه، شما میتونید که او را با طریق تیب رفته جراحی کنید مقصد بگیرید. من از جراحی کردنی مقصد همون چگونه که گفته بودیم زنها
پیشوی براشون جراحی میکنن. خب بعضی همو نمیدونم چی میمانن، برای جلب کردن باشد یا برای مثال خودنمایی باشد. الله نیتی او را میداند، لیکن هرچی باشه نباشه این تغییرات های الله بر این خیل آدم ها غضب میکنند. من گفته بودم موی اضافه میمانند، ابروهاشون هم میتراشن، ابروی نو میمانند. همه اینها در جسم شما ضرر دارد. با زمین آنی که شریعت من میکند سلامتی ها تون ویران میکند. من برنامه مخصوص از همین روسیه نگاه کردم، اکثر همون زنهایی که می کار کردن همشون مبتلای کسل رگ شدن. طبیب هایی که می کار کردن همش بردن زندان کردن. برای این چیزا را احتیاط کنین. سلامتی از همه چیزی مهمه. شما میکنین چندین چشم ها در میجه های زیادی موندن، بعضی پلاستیک ها موندن کور شدن. برای همین شما به دست خداتون به این احوال نبرین. از زیباگی شما خواهرای عزیز، زیباگی شما رفتارهای خوب شما، زیباگی شما حرمتی مثال حرمت کردن شما، زیباگی شما پیشک در لوح بمان، قرآن بمان، زمزمه کده بخوان، قسم به بزرگی خدا، ای در زیباگی دیگر نیست. فردوسی در شاهنامهش میگه چی خوش گفت فردوسی پاک جان به شاهنامه اندر بیان زنان. ولی در شاهنامه میگه ببین فردوسی چی گفته است: بهینی زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. خواهرای عزیز، حتی شاهنامه ده هم فردوسی میگه میدونیم بهترین زن کدام زنه. نگفت که قد بلند داشته باشد، نگفت فیگور خشو داشته باشد، نگفت که مقصد ابروهاش و مثال چشمهاش همه دیگرگون شیدگی. گفت همونه که همیشه در چهرهش تبسم دارد، در چهرهش قناعت دارد، حرمت دارد، احترام دارد. همونه که مثال شوهرش یا پدرش یا مادرش وقتی میگه خدای مهربان برکت تیه، میگه بهترین زن در روی عالم همینه. برای همین خواهرای عزیز، مصلحتی من هم همینه. من از وقتش هم برآمدهای پیش میگفتم که از این که یک زمانی همین کم از دخترامون شوهر میداده که تا حاضر هم همین چیز هست که میانی اکثر همین تاجیکی ما را همین خراجات های زیادتی شکستگی های. لیکن میگفتم که آخه از این کم از که تو پوری سپلنی و پوری مقصد بگیم ماشینکه های جامشویی و تلویزور و ستال و ستول و بلا بتر میکنی، از این دخترک در یک عقل فراست، دختر در یک آدمگری، دختر در طرز روزگذرانی، دخترک در یک معامله خوب، اینها را تعلیم بده. زیرا که مال آدم سعادتمند کردن نمیتونه، مال آدم خوشبخت کردن نمیتونه. خدای مهربان توفیق تون بده.